خب رضا جان خوبی؟ خیلی مخلصیم، مرسی از دعوتت. لعنتی اینجا کی تو رو دعوت کرده؟ چرا میخوای بگی من دعوت شدم؟ من آدمیم که باید منو دعوت کنن. دوست دارم اینجوری بدونن مردم ما اصلا از یه هفته قبل با هم هماهنگ نکردیم. با مردم رو راست باش رضا جان، همه چی رو مردم خب امروز میخوایم راجع به فیلم بی همه چیز صحبت کنیم. البته خیلی وقته که میخوایم راجع به بی همه چیز صحبت بکنیم، تقریبا یه سالی میشه که بیشتر 2 سال. حالا قرار بود که ما این پادکست، حالا ما اون موقع قرار بود که تخصصی نقد و بررسی فیلم ها رو به عنوان مخاطب، حالا نه به عنوان صاحب نظر و صاحب سبک و چیزی، به عنوان مخاطب راجع به فیلم ها صحبت بکنیم. ولی خب وصل شد به الان که بخوایم یه کانالی داشته باشیم که حالا نه فقط نقد و بررسی فیلم، البته محور اصلیش شاید همون برگره به نقد و بررسی فیلم، ولی خب به قولی خط تولیدهای دیگه‌ای هم داشته باشه، حالا مثلا مثل کتابای صوتی و گفتگوهای آزاد. الان حالا اینه دیگه، اسمش هم رادیو تونگه. خب رضا فیلمو چطوری دیدی؟ فیلم برای من حداقل اینجوری بوده که یکی اگه ازم بپرسه که 5 تا فیلم ایرانی مورد علاقت رو بخوای بگی، شاید برات عجیب باشه یکی از اون 5 تا بی همه چیز هست. بله، من از این فیلم خیلی تعریف کردم اون موقعی که دیده بودم و رضا گفته بود همچین مالی هم نبود فیلمه. من خب خیلی از این فیلم تعریف کرده بودم و منم حالا بخوام بگم فیلمو چطور دیدم، من شاید بشه گفت که جزو 3 تا فیلمه. نه 3 تا فیلم که نیست، نه من حتی 5 تا والا شک داشتم، الان دارم فکر میکنم شاید جزو 5 تا 10 تا باشه. آره منم ولی همون پنجم حداقل هست میدونم. منم همون 5 تا 10 واقعا فیلم خیلی قویه دیگه. خلاصه فیلمی هست که من شبکه مخفی زنانو به خاطر اینکه محسن قرایی چون کارگردان این کار محسن قراییه و من انقدر این فیلمو دوست داشتم که شبکه مخفی زنانو به خاطر محسن قرایی نشستم از اول دیدم. یه سریالی که فکر می‌کنم 20 فکر می‌کنم 30 قسمته. تا اونجایی که توقیف شد فکر کنم تا 20 شد. آره من تا 20 شو دیدم، یعنی انقدر فیلم روم تاثیر گذاشت. و یکم بیشتر توضیح بده راجع به فیلم. راجع به فیلم بخوام صحبت کنم، از اول قصه که شروع میشه، یکی از پوانای مثبتی که داره مخاطب و وسط تعلیق میندازه، یعنی وسط علامت سوال مخاطب با یه چرایی، با یه علامت سوال بزرگی روبرو میشه که باران کوثری چرا داره الان از چی داره دفاع میکنه. و وقتی که پرویز پرستویی میاد که یه جورایی گاوشو به صورت نمادین اجاره کنه، حالا اجاره که نیست ولی خب میاد ازش قرض بگیره، یه جورایی قرض بگیره که جلوی پای معشوق سابقش لیلی نظریه قصه‌مون، و همین باعث میشه که مخاطب فیلمو دنبال کنه و ببینه که اصلا چرا داره این اتفاق صورت میگیره و نقطه عطف اول اونجای اتفاق میفته. نه حالا فعلا راجع به فیلم نامه صحبت نکنم، فقط برداشت اولیت از فیلمو بگو که چه برداشتی داشتی، حالا یه سری توضیحات کلی راجع به فیلم. اگه به صورت کلی بخوام راجع به فیلم صحبت کنم، فیلم متاسفانه خیلی کم دیده شده تو سینمای ایران و به شدت آندرریتده. متاسفانه سینمای ما به خاطر مخاطبایی که داریم، به خاطر کمبودی که توی جامعه هست، هیچ وقت اینجور فیلم ها مورد توجه قرار نمیگیرن. و تو همون دوره من یادم مثلا فیلمایی مثل دینامیت پرفروش بودن، فیلمایی مثل فسیل و این سبک فیلم ها، همه سینما ها به خاطر این فیلم ها پر می شد. و بی همه چیز فکر کنم، حالا من دقیق یادم نیست علی اگه یاد باشه، آره من رفتم سینما، من فیلم سینما دیدم، فکر میکنم همین دینامیتی که میگی بود. سالن 1 سینما ساوی، سالن 1 و سالن 2 فکر میکنم جفتش دینامیت داشت پخش میکرد اون ساعت. سالن 3 سینما ساویز هم یه سالنیه که انگار مثلا کلاس درسه، اون کلاس هوشمندایی بود که تو مدرسه داشتیم، یه زنگ ما رو می‌بردن اونجا، یه
این همچین پروژکتور. آره یه پروژکتور داره همچین چیزیه. اونم مثلا فکر کنم 30 تا صندلی داره، 30 تا هم پر نکرده بود حتی. 7 تا 10 تا. چقدر فروش داشت فیلم؟ فروش من فیلم فکر کنم 4 الی 5 میلیارد، شاید حتی کمتر، چون اون موقع مثلا پرفروش ترین فیلم 20 میلیارد 30 میلیارد بود. نه همون دینامیت فکر میکنم دینامیت خیلی فروخته. مطرب 60 میلیون فروخته بود، 60 میلیارد فروخته بود. دینامیت رکورد مطرب رو زد. ولی باز من احساس میکنم دیگه 10 میلیارد رو رد نکرده بود. من خودم به محسن قرایی پیام دادم، حالا اینو میخوام بگم، بهش پیام دادم، خیلی نمیدونم فاز چی داشت این اینستاگرام بهش پیام دادم که به نظرت چرا با اینکه یه فیلم خوب ساختی، ستاره هم تو فیلمت آوردی، فیلمت فروش چندانی نداشت؟ اینو به کارگردان فیلم پیام دادم. جوابتو داد؟ آره نه سین کرد جوابمو نداد. خب گوش کن سین کرد جوابمو نداد. بعد پیج فیلم نیوز نوشتش که بی همه چیز 9 میلیاردی شد یا 9 میلیاردی فکر کنم. بعد من نوشتم اون موقع به نظرم 9 میلیارد خیلی اومد. دوباره به محسن قرایی پیام دادم که آقا نه 9 میلیارد هم خوبه واسه این فیلم، واسه من یه دونه گل فرستاد. دارم پیاماشو، یه دونه گل واسم فرستاد، جوابم نه. یه دونه قلب سفید با یه گلم نفرستاد، یه دونه این شب درایی که شبیه مثلا گیشنیزه توی حکم، یه دونه اونا واسم فرستاد. آره با یه دونه قلب سفید. فکر می‌کنم 9 اون موقع خوب بود. یعنی من میگم این پیام این اومد تو ذهنم، این خواستم اینو بگم که به نظرم اون موقع فروش خوبی داشت. از لحاظ سینمایی به نظرت ارزش این فیلم بالاتر از 9 میلیارد نبود؟ بالاتر از 9 میلیارد چرا باید یه فیلم مثل دینامیت بیاد توی گیشه و باکس آفیس اول باشه اون موقع، ولی یه فیلمی مثل این فیلم مثلا فروش خوبی نداشته باشه؟ یه فیلم مثل ملاقات خصوصی، فیلم دقیقاً 9 میلیارد و 407 میلیون فروخته کلش. یعنی کلش. موقعی که دیگه ته آره زورشو داشت آره میزد آره اون پیامو گرفتی. الان که فکر می‌کنم کاش اون پیامو نمیداد. من فکر کردم الان قراره بیشتر بفروشه، چون آره استارتش خورده. فیلم نیوزو که دیدی چجوری مثلا بی همه چیز تنها مثلا 2 ماه گذشته از اکران 9 میلیارد تو اوج خدافظی کرد. آره. پرده اومد پایین. فکر کنم قاچاق هم شد. آره بعد یک سالم نسخه اصلیش اومد. قاچاق هم شد. من نسخه قاچاقش هم 3-4 بار دیدم، نصفه ولی دیدم، کامل ندیدم. مرسی که اعتراف می‌کنی اینقدر صادقانه. آره و نه خب سینما دیده بودم دیگه. دفعه اول سینما دیدم. من حتی حالا خیلی بی ربطه ولی فیلم جنگ جهانی سوم هم که قاچاقشو دیدم اینقدر عذاب وجدان گرفتم، یه دونه بلیط سینما گرفتم نرفتم. ولی خب بریم سر بحث. من میخواستم برداشت کلی ما از فیلم بگم. برداشت کلی من از فیلم ببین اون لحظه که تو سینما بودم حس کردم دارم یه فیلم معمولی میبینم، یعنی اون چنان واسم جذابیه یعنی یعنی یه فیلمی بود که من خیلی کم پیش میاد که برم سینما و فیلمو تا آخر ببینم. میون کلامت احساس نمی‌کنی به خاطر این جو خونسایی که سالن داشت بود؟ 100% من بودم و 4-5 نفر دیگه که خیلی هاشونم به خاطر اینکه میدونستن این فیلم خلوته اومده بودن و اون پشت نشسته بودن. یعنی با همچین کسایی من داشتم این فیلم با همچین کسایی داشتم فیلمو میدیدم. یعنی من خودم خیلی کم پیش میاد که تو سینما بشینم تا آخر یه فیلمو ببینم. حالا مثلا ملاقات خصوصی اخیراً یکی از این فیلمایی بود که تا آخر حتی تا تیتراژش هم نشستم و قشنگ پا شدم دست دادم واسه شون. این فیلمو پلان آخرش که پخش شد اونجا تازه فهمیدم چه فیلم خفنی. یعنی وقتی تو پله های سینما بودم داشتم میومدم بیرون تازه منو به فکر وادار کرد. اصلا اصل سینما هم همینه. یعنی حالا پروسه فیلم دیدن فقط این 2 ساعتی نیست که بری فیلم رو ببینی. همین درگیر کردن خودشو فکر کنم به زندگی تحمیل بکنه که آقا تو تا 1-2 روز فکر این فیلمه ای. دقیقاً یادم نی کدوم کارگردان ولی فکر کنم هیچکاک بود. کیارستمی میخواستم بگم ولی حالا ما رو ضایع نکن دیگه تو اولی اپیزود.
آره که میگفت سینما وقتی که یه فیلم وقتی که تموم میشه باید شروع بشه برای تو و این یعنی معنی سینما. حالا من نمیدونم شاید هم هیچگاه کمی حرف زده ولی کیارستمی میگه که همین حرفی که من زدم، من آدم بدی بودم نگفتم، اینو یکی دیگه گفته به نام خودم زدم. تو حداقل نمیدونستی کی گفته ولی اومدی بگی من نگفتم. حرفش اینه که میگه که فرآیند سینما همین 2-3 ساعتی نیست که میای فیلمو میبینی، حالا همین که گفتم، حالا نه با همین جمله بندی ولی خب حدوداً همین. بعد آره دیگه فیلم جذابی ولی یه چند تا نکته داره، حالا تو قسمت‌های بعدی بهش میپردازیم. نظر راجع به بازی‌ها چی بود؟ بازی‌های بازیگرا چطور بود به نظرت؟ بازی‌ها اولین بازیگری که ورود پیدا میکنه به قصه فکر کنم باران کوثری باشه. نه گاو کوچیک است. نه حالا بیشوخی البته جدی هم داره. آره دیگه اونم بدبخت بازیگر آفیش شده، اونم اون جلو دوربین رفته بالا رفتیم، صاحبش پول گرفته بابت اینکه گاوشو آوردن جلو دوربین. اصلا شخصیت اول قصه هم خب باران کوثری که قبل از این فیلم میدیدیم، خاتونم فکر کنم بعد از این کار اومد. تو خاتون بود اصلا نمیدونم یه همچین تیپی داشت. من آخرین تیپی که از باران کوثری یادمه باران کوثری عصبانی نیستم. یعنی نبگم همونا، یعنی استایلی که اونجا داشت، همون دختر نازی که آفرین. توی بی همه چیز ما یه باران کوثری دیگه ای رو میدیدیم که از اون کلیشه و از اون تیپ در اومده بود و تبدیل به یه شخصیت جدید شده بود، یه کاراکتر داشت برای خودش. اتفاقا من همینو می‌خواستم به عنوان یه نکته منفی بگم. من اصلا با هم بازی باران کوثری اصلا بازیش بهش نشسته بود، اصلا نقش بهش نشسته بود. این دیگه فکر میکنم که اصلا خودش وزن اضافه کرده بود ولی انقدر بهش نشسته بود که من حس میکنم یه گیریم خیلی سنگینی رو صورتش بود. تو اسکری گیریم داشت یا خودش وزن؟ من احساس میکردم خودش چاق شد. خب منم 90% اینه، ما که اطلاعی ندارم حالا دقیقش چه اتفاقی افتاده ولی خب با این دیدگاه که توی شبکه مخفی زنان هم یه همچین شکلی داشت احتمالاً وزن اضافه کرده ولی انقدر نقش بهش نشسته بود که یه حالت انگار مثلا یه گیریم از این ماسکا سرش کرده و یه گیریم خیلی سنگین ده. انقدر نبود اون آدمی که داشت تلاش میکرد باشه. اگر پروژه مثلا مال تو بود جای باران کوثری کیو پیشنهاد میدادی؟ جای باران کوثری من خودم چیزی به ذهنم نمیرسید. جای باران کوثری که اونقدر بخواد. تو منظورت اینه که نباید چاق میبود اون شخصیت؟ نه اصلا من کاری ندارم که میگم که باران کوثری اون نقشه نبود، نمیگم حالا نباید، شخصیت همون بود، شخصیت دقیقاً همون دخترای قبلی بود. نه منظور من اینه که شخصیتی که برای اون فیلم نوشته شده همون باران کوثری، یعنی همونی که باران کوثری داشت سعی میکرد شبیهش باشه بود. یعنی شخصیت باید همون بود ولی باران کوثری اونی نبود که باید تو این شخصیت قرار میگرفت. سوال تو درست بود، یعنی یه جایگزین باید واسه این شخصیت با همون استایل بخوای داشت زور میزد که یه شخصیت ولی نتونست. آره. این مثلا کجا خیلی تو ذوق میزد اونجایی که گاوشو تازه کشته بودن میره به سمت راهن که خودشو میزد، یا جلوی خونه، حالا خیلی هم اسپویل نکنیم. من حقیقتا با این بخش خیلی اذیت هم نکرد. خب دیگه نظر راجع به بقیه بازیگرا. پرویز پرستویی هم چند سالی بود که افت کرده بود اون سالا و بعد از اونم احساس میکنم افتشو باز داریم میبینیم. مثلا بعد بادیگارد من دیگه ندیدم. آره که یه فیلم خوب دیگه هم بازیگر درخت خانه کاغذی یا زیر سقف دودی، نه خانه کاغذی که پلان افتتاحیه‌اش هم پرویز پرستویی داره توی قبرستون یه سخنرانی میکنه از اینه که مثلا یارو مرده چه آدم خوبی بود. آره اونو من ندیدم ولی میدونم کدومو میگی، به خاطر اخلاق منو میدونی، فیلم‌ها رو ندیدم ولی میدونم. آره اون مثلا اونم فیلم خوبی بود که پرویز پرستویی بازی کرده بود، من دوست داشتم ولی من پرویز پرستویی تجاری شده بود قبل از بی همه چیز با فیلم تهران لس آنجلس تهران. آفرین. برای کار یه خانومی بود که اسمشو الان یادم نی. دهه 90 یه دونه بادیگاردش بود. ببین یه چیزی هست به نظر من که توی بازیگرای ایران خیلی موج میزنه، یه بحرانی دارن همه بازیگرا که
به نظرم مهران مدیری هم اینو داشت و پرویز پرستویی هم اینو الان داره که به یه سنی میرسن که دوست دارن الان پول جمع کنن، چون میدونن که چند سال دیگه ممکنه نتونن بازی کنن. خب برای چه سنیه؟ فرق میکنه. مثلا مهران مدیری این چند تا کار آخرش برای همین سن. یه عدد بگو. من عددشو نمیدونم. این بحران از چه سن؟ نه میخوام بدونم حالا پژمان جمشیدی این وسط چرا داره درگیر این بحران؟ نه پژمان جمشیدی اتفاقا از اون بحران بازیگر شده و الان بازیگر خیلی خوبیه. میگم من میگم بازیگر بدیه. نه من احساس میکنم خودشو داره حروم میکنه. اتفاقا هنرمنده ولی دیگه داره خودشو حروم میکنه. بحران پول جمع کردن خودش میگه بدهی دارم، نمیدونم هر چی، مشکل مالی دارم. خودش گفته بدهی دارم، گفته مشکل مالی دارم البته این حرفو 2 سال پیش زد. حالا الان تو همین 2 ساله هم 2 سال پیشم فیلم می‌کنی واسه علفزار چقدر گرفته؟ علفزار یه فیلم قشنگ مشخصه لو باجته. 100% لو باجت از لحاظ 100% فیلم لو باجته امکاناته، ولی به نظرم به بازیگراشون حداقل خوب پول میدن. نمیدونم. خب اگر میخواست خوب پول بده فرهاد استانی واسه اون نقش اصلا ساخته شده بود به نظر من. نه کلیشه بود. خیلی‌ها به خاطر اینکه پژمان جمشیدی دقیقاً آره حرفت درست داره درام بازی میکنه و نقش یه قاضی داره بازی میکنه، فیلمو دیدم خودم یکیش. میخواستم ببینم پژمان جمشیدی در قالب یه قاضی چجوری. حقیقتا من فیلم رو دیدم ببینم تجربه‌ام نشون میدن یا نه. خیلی بحث داره دارک میشه حاجی. یعنی علفزارم یکی از اون فیلماییه که به نظرم قابل بحث است، باید تو لیستمون بذاریم. آره با ملاقات خصوصی حتما. حالا برگردیم به به بحث بازیگران. من نظرم راجع به بازی پرویز پرستویی بدی نبود حقیقتا. یعنی امروز اومدی کلا مخالفت کنی. آره نه خوب بود، ولی پرویز پرستویی من پرویز پرستویی مثلا بگم چه فیلمی رو میخوام. نه واسه این نقش کدوم پرویز پرستویی رو میخوام؟ پرویز پرستویی که تو اون سریالی که آشپز بودن، آشپز باشی، نمیدونم همین بود. خوب اسمش همین بود. آره. من پرویز پرستویی اون سریال واسه این نقش میدیدم. یعنی اونقدر اصلا از یه جایی خودشو باخت پرویز پرستویی. نقشش اینطوری بود خب سناریو اینجوری براش نوشته شده بود. پرویز پرستویی نباید اینجوری میگی. یعنی دوست نداشتم حتی اونجایی که یعنی من واقعا خیلی حالم بد شد اونجایی که پرویز پرستویی واسه نجات جونش دخترشو فروخت. حالا به نوعی فروخت دیگه. آره دیگه. پرویز پرستویی اون آدمی نبود تو ذهن من که این کارو بکنه. خب این دیگه مربوط میشه به فیلمنامه نویسی. آره. و حالا بذار اول من بازیگر بعدیو بگم. شاهکار این فیلم به نظرم انتخاب هادی اجازیفر واسه اون نقش بود. نقش دهیار به نظرم خیلی بازی خوبی داشت. این پرویز پرستویی باهات موافقم. پرویز پرستویی بود که خوب بود، ولی همونی بود که شاید تو بقیه فیلماش هم میدیدیم. دقیقاً. حالا اون مسئله‌ای که داری میگی مربوط به بازیگریش نمیشه اصلا. بحث فیلمنامه نویسیش که براش نوشته شده. شاید باید این نقش رو قبول نمی‌کرد، به یکی دیگه میدادن. شاید اگر این نقش رو همون هادی حجازی فر بازی می‌کرد بهش میومد، اما پرویز پرستویی نمیومد. هادی حجازی فرم تو میگی حالا شاهکار بود، منم بازیشو خیلی دوست داشتم، ولی باز دارم همون دهدار رو تو بقیه نقشاش میبینم. به یه انگار تیپ تبدیل شده اینجور سبک بازی کردنش. حتی تو سریال داریوش هم من دارم همین سبک بازی رو میبینم. من داریوش رو ندیدم، ولی حداقل به نظرم اولین باری که همچین نقشی رو بازی کرد این سریاله. آره. درگیر فیلم‌های دفاع مقدس شده بود. حالا چه بازی کردن، چه ساخت، و یه نقشی بود که عجیب بهش نشسته بود. یعنی حالا من شاید یکم دیگه فکر کنم اون سوالاتو بتونم جواب بدم که برای بارون کوثری چه بازیگری پیشنهاد بدم، ولی واقعا بهترین گزینه همین هادی حجازی فر بود واسه این نقش. حالا بقیه بازی‌ها رو بخوام بگم به طور کلی، من مهتاب نصیرپور رو کلا دوست دارم. یعنی خودشو دوست دارم و حالا هر جورم بازی کنه من نمیتونم بهش چیزی بگم. یعنی در جایگاهی نیستم چیزی بگم، ولی خب حتی تو کامیونیتی خودم هم دوست ندارم بهش دوست ندارم نقدش کنم. چرا این داره بدتر میشه؟ نگذاریم کلاش داری روش. نه. و حالا از اون گذشته هدیه تهرانی که بازی
تمیزی داشت، بازی خوبی نبود، همیشگی بود. آره یعنی ولی خب نشسته بود به نقش. آره یه چیزی بهت بگم، حالا من اینو بگم و بشه، حالا بذار اول راجع به یعنی بقیه بازیگرام صحبت کلی بکنیم. بقیه بازیگرام خوب بودن، یعنی پدرام اسم پدرام شریفی، منم اتفاقا می‌خواستم بگم هیچ وقت دیده نشده بدبخت. چرا تو متولد 65 خیلی دیده شد. بازم به نظرم اونقدر که باید بهش توجه نمیشه. نقشای متفاوت و درجه یکی داره بازی میکنه تو سینمای ایران. آخریش مثلا دیدم در انتهای شب بود که کلن مثلا انگار این بدبخت آفریده شده که مورد توجه قرار نگیره و نقشای مکمل و حتی مکمل هم نه، سوم و چهارم بهش داده بشه. حس میکنم 5 سال دیگه این نوید پورفرجه، میدونی 10 سال دیگه نوید پورفرج هم همینه، نقشای خوبی بازی میکنه ولی همیشه رول یک نیست هیچ وقت. حقیقتا نوید پورفرج توی بی بدن، شاید اگه بی بدن رو ندیده بودم باهات موافقت میکردم. نوید پورفرج توی بی بدن منو خیلی ناامید کرد و بازیش خیلی نه بازیش خیلی خوب بود. انتخاب نوید پورفرج قابل بحثه، انتخابش خوب بود ولی به نظرم خودش صدشو نذاشته بود. حالا بگذاریم و اینو بسپاریم به همون اپیزودی که قرار برای بی بدن ضبط کنیم. آره چی میخواستم بگم و بریم به بحث فیلمنامه. بقیه بازیگرا نه بقیه بازیگرا رو حالا بحث کردیم. من گفتم بقیه بازیگرا چون فامیل این دوستمون رو نمیدونستم. منتظر آره فیلم یه جاهایی یه سری سکوت داشت، یعنی خیلی یه سری سکوت که خیلی سکوت داشت که میخورد به فیلم. یعنی به نظرم این سکوت‌ها برای بالاخره حالا فیلم برای دورانیه که مردم کمتر حرف میزدن بیشتر فکر میکردن، یعنی حرفای گزیده تری میزدن و تو دیالوگا من اینو حس میکنم که اکثر دیالوگا مثلا همشون دیالوگ الکی نداره فیلم. هم بالا میون کلامت، هم از لحاظ دوره زمانی و هم از لحاظ محیط جغرافیایی که انتخاب شده بود. کجاست محیط جغرافیایی؟ منظور که همون مردم ده که ممکنه یه حرف بزنی تا آخر عمرت اون حرفو بگیرن دستشون اون هیچی، همین بهت بگن اصلا تو دیوونه اصلا همین اخلاقا رو دارن که کم صحبت میکنن و بیشتر میشنون. آره و سکوتا خیلی مثلا یه سکانس داره که پرویز پرستویی داره هدیه تهرانی رو میبره سر قبر پدر مادرش و اونجا حالا با هم صحبت میکنن. فکر کنی کلن یه شکسته شدی به هم گفتن. دقیقاً رفتن اونجا و لیلی خانم گفت یه مقبره برام بساز. فکر میکنم همین 10 دقیقه از فیلم بود. دقیقاً و اصلا تو حس نمی‌کنی آره و تو حس نمی‌کنی اصلا که آقا یه چیزی بگیم به هم دیگه. تو اصلا اون نگاهایی که پرویز پرستویی از توی آینه داره هدیه همین خودش دیالوگه. خیلی سخته به عنوان یه کارگردان بتونی اینو در بیاری. 100%. بخوایم به بحث فیلمنامه بریم، فیلمنامه اقتباسی از نمایشنامه ملاقات بانوی سالخورده است. آره اقتباس خیلی سنگینی هم است. یعنی من حقیقتا اولین باری که من خب این نمایشنامه رو نه هنوز خوندم نه قبلا خونده بودم. نمیدونی اثر کیه؟ اثر چرا؟ فردریش دورنمات. درست. نه من اینو نمیدونستم که به قولی اقتباس گرفته از جایی و اونجا خیلی حال کردم. اصلا لذت خیلی عجیبی بردم از نویسنده برای همچین ایده ناب و خفنی. جالبه. من برعکس و حتی خیلی حالا نمایشنامه ایرانی نیست. خب اصلا ایرانی نیست و به شکل خیلی جذابی ایرانیزه شده. یعنی تو اصلا فکر نمی کنی که این یه نمایشنامه من نمیدونستم تو الان بهم گفتی اصلا تعجب کردم. آره و تو اصلا حس نمی کنی که این یه نمایشنامه خارجیه که حالا ولی خب داستان اصلی رو از روی نمایشنامه برداشته. حالا مثل اقتباسش به قولی مثل چی نیست، مثل این سریال اخیر چیه زخم کاری که هر فصل از یکی از نمایشنامه‌های بزرگ تن صاحب اثر رو تو گور میلرزونه، مثل اون نیست. ولی خب شکسپیر و اصلا تو باید رمزگشایی اصلا ببین ملت خوشحال اینن، ملت از اینکه اثر اورجینال تولید کنن خوشحالن. خب اون بنده خدا اثر اورجینال حالا با هر کیفیتی تولید میکنه، یه اسم اقتباس به تهش میبنده. حالا اسم 2 تا شهر و کشور رو مثلا میذاره، اسم 2 تا شهر و اصلا خودشو میبره زیر پرچم اونا و اصلا لازم نیست. حالا کاری به اون نداریم.
نظر کلیت راجع به فیلمنامه چیه؟ حالا کلی هم نه، نظر جزئیت هم میتونی بگی. خیلی برام عجیب بود که الان گفتی اقتباس بود و برعکس تو من وقتی میفهمم یه اثر اقتباسه اصلا ایرادی هم نداره از نظر بقیه ها، ولی من یکم انگار کیفیت کاره برام میفته. نه با این چشم نگاه کن، با این چشم در صورتی که ولی اقتباس میدونم کپی نه، چشم کپی نیست. ببین تو با این دید نگاه کن که تو سالها اصلا تا آخر عمرت قرار نبود نمایشنامه ملاقات با پیرزن سالخورده رو ببینی یا بخونیش. آره این خیلی خوبه، ولی الان تو دیدیش، یه نفر اینو به تو نشون داده، تو ممنون باید سپاسگزارش باشی و اصلا این ایرانیزه شدنش الان قابل بحثه برای ما. بحث من اینه که ایده کار خیلی برام جذاب. منم این خورد تو ذوقم که ایده دقیقاً کار من فهم مشکلم با همینه. یعنی الان پرسیدی که در مورد فیلمنامه صحبت کن، میخواستم کاش اینو نمیگفتم تا اول صحبتتون. میخواستم بگم ایده فوق‌العاده‌ای داشت و هم یعنی یه پوان مثبت که برام بی همه چیز شده یکی از بهترین فیلمایی که دیدم همین ایده نابش بود که الان وقتی میشنوم اقتباسه هنوزم دوستش دارم، ولی خب دیگه میدونی خاص نیست برام. ولی به قول تو ببین الان مثلا ما چند تا بتمن در طول سینما ساخته شده، زیاد، از 1900 و نمیدونم 80 فلان جک نیکلسون جوکر داشتیم، هیث لجر جوکر داشتیم، جدیداً توی 2022 هم یه بتمن جدید داشتیم. خب اینا برای چی ساخته میشه؟ نسل‌های عوض میشن. دقیقاً. وقتی شما میگی مثلا یه نمایشنامه، اصلا من تا حالا همچین نمایشنامه اسمش نشنیده بودم. به قول تو هیچ وقت ممکن نبود سمتش برم، ولی محسن قرایی اومده این کارو کرده، همچین چیزی نشون من داده و این خیلی کار بزرگیه. ولی میگم اگر اورجینال بود یه فیلم خاص بود برام، صاحب اون ارزشش برات بیشتر میشد 100%. ولی خب من حس می‌کنم اگر 10 دقیقه پیشم همینجوری بود. ولی من حس می‌کنم که اگر که حتی اورجینال هم بود با همین دید نگاه، همین 909 میلیارد و 407 میلیون رو میفروخت، این تفاوتی نداشت. دقیقاً. خب نظر من راجع به فیلمنامه، بخوام یه جمع‌بندی برسم، آخه خیلی حرف زدم راجع به فیلمنامه، بخوام جمع‌بندیشو بگم، فیلمنامه خیلی خوبی بود. یه مقدار یه سری نقش‌ها مثل نقش اون آدم، البته شخصیت نبود اون آدم، تیپ بود به نظرم، بیشتر تیپی بود که سعی داشت شخصیت باشه. اون آدمی که نقاش بود و یادته اونو؟ نه. که گلای بابونی کشیده بود و اسم لیلی نظریه نمیشه لیلا نظریه، مثلا اینا اضافه بود به نظرم. با آقای ایرج طهماسب هم زیاد کار کرد. آفرین. آره حالا اسمشونو آره ایساش هم یادم. ایسا اون مثلا اون به نظرم نقشش باید می بودا، یه بازدارنده حالا قهرمان رو اگه بخوایم خدا فقط اینجا تیپ نبود، کلا همینجوری تیپ. حالا بخوام مثلا بگم که اون مثلا یه ضد قهرمان میشه باشه دیگه. خب یه ضد قهرمان اون شکلی فیلمنامه نیاز داشت، ولی یا مثلا اون دوتا پسر جوونی که حالا جلوی قطار جلوی امیرخان رو گرفتن، اونا نیاز بودن خب، ولی در نیامد، وقت روشون انگار صرف نشده بود. اون مثلا کلیشه ها رو گفت، مثلا اون دوتا پسر جوان که کلیشه یه مثلا دوتا پسر روستایی که دنبال پولن و خیلی قلدرن و بزرگ روستا رو مسخره میکنن، دنبال یه موقعیتن که، یا مثلا اون آدمی که منتظر توجه هم دوره بقیه است ولی در سطح جووناست انگار. اینا مثلا بود. در کل فیلمنامه خیلی خوبی بود. بخوام کلیتشو بگم، فیلمنامه بود که خیلی هم محسن قوی روش وقت گذاشته. فیلم کنم از سال 86 که این فیلمنامه رو داره روش کار میکنه. حالا من یه مصاحبه از خودش دیدم، فکر میکنم با فریدون جیرانی، میگفتش که سال 86 این نمایش ملاقات با بانوی سالخورده رو یه گروهی توی تهران اجرا داشته، فکر میکنم با عباسی کیارستمی، ولی از فقط در حد فنی اصلا مطمئن نیستم، یا عباسی کیارستمی یا مسعود کیمیایی، یا حالا مطمئن نیستم که ولی خب با یه کارگردان خیلی بزرگ از اون نسل که فکر میکنم عباسی کیارستمی باشه.
رفتن این نمایش رو دیدن و اونجا ایده رو به اون کارگردان داده که من میخوام اینو فیلمنامه‌اش کنم و بسازم و از اون موقع داره روش کار میکنه و مشخصه یه سری جاها یه سری دیالوگا مشخصه که میدونی مثل فیلمای نولانه. یه حرف بهت زدم فیلمای نولان مثل شراب هر چقدر مثلا فیلمای اولش نه بمونه، نه اینجوری نه که مثلا 2025 میفهمید چی گفتن، نه اونجوری نه. فیلمای نولان مثلا اینطوریه که فیلمای اولش چون فیلمنامه‌هایی بوده که خیلی از قدیم داشته روشون کار می‌کرده، فیلمای خوبی ان، ولی فیلمای جدیدش فیلمایی که حالا مثلا نهایتا اصلا وقت نداشته که نه که نتونه، مثلا 2 سال وقت داشته 2 سالم گذاشته ولی مثل مثلا ممنتویی که 10 سال رو فیلماش وقت گذاشته یا مثلا اینترستلاری که چندین سال روش وقت گذاشته نیست. اینم یه همچین فیلمیه، قشنگ مشخصه روش زمان صرف شده و همین دیگه. فیلمنامه خوبی بود، یه فیلمنامه اقتباسی خوب بود، خوب اقتباس شده بود، خوب ایرانیزه شده بود و ولی خب یه سری به نظر من یه سری ایرادات و مشکلات داشت روی شخصیت پردازی. 2-3 تا شخصیت و تیپ داشت که باید بیشتر روی پردازششون زمان صرف میشد و همین دیگه. جمع‌بندی من همین. تو نظری نداری راجع به فیلمنامه؟ من نه، قشنگ با حرفات موافقم و این نکته‌ای که گفتی تو فیلم قشنگ مشهود بود که زمان گذاشتن برای فیلمنامه. خب برسیم به بخش به نظر من بهترین شاید بهترین بخش این فیلم از نظر من. حالا نه که بقیه بخشش بد باشه، نه، این فیلم نظرم طراحی صحنه و لباس خیلی فوق‌العاده‌ای داشت. میخوای الان قیافت یه طوری میخوای مخالفت کنی با؟ نه، من توی بخش دیگه میخواستم مخالفت کنم. طراحی صحنه و لباس برای یه دوره قدیمی، برای آدمای توی اون محیط جغرافیایی اتفاقا به نظرم خیلی با کلاس لباس میپوشیدن و انگار یه دهیه توی لندن. خب یه چیزی بهت بگم، این جذاب. یه چیزی اول یه چیزی بهت بگم. اولین نکتهش اینه که همه در تب و تاب اومدن لیلی خانومن. از اول فیلم در تب و تاب اومدن لیلی خانومن، همه تو صفحه آفرین، همه تو صفحه ولی خب خیلی هم هستن که ندارن شیک بپوشن. خیلی از حالا اینایی که ندارن شیک بپوشن هیچ کدوم بازیگر اصلی نیستن که به چشم میان، ولی مردم عوام ده اکثرا پوششایی دارن که همچین جذابم نیست. ولی اینا برای چی منتظر لیلی خانومن؟ چون پول داره، چون میخوان کمک بگیرن ازش. به نظرت بهتر نبود خودشون رو اتفاقا ژنده پوش نشون بدن؟ حالا این پس برمیگره به بخش همون فیلمنامه دیگه، روی این نه دیگه. آره خب نه، اتفاقا به نظرم مربوط به همون طراحی لباس نمیشه. نه ببین فیلمنامه مهم، یعنی فیلمنامه باید نوشته بشه اینجور چیزا 100%. ولی خب وقتی که اینا میخوان پول بگیرن از لیلی خانوم، به نظرم هنوزم خیلی ها هستن که مردم عامو شما نگاه کنی جلوی قطار، همشون لباسایی به قول خودت فقیرانه و ژنده پوشن همشون. آره. خب ولی حالا دهدار البته دهدار نمیدونم چرا گارد دارم بگم دهدار مشکلت با دهدار و امیرخان. حالا اینا دیگه مثلا بزرگای روستان دیگه. اون یکی که خونه عدالت دستشه، اینا دیگه ویترین روستان ببری. آره به نظرم به چشم من اومد که بقیه هم اتفاقا شیک پوش بودن. حالا من کاری با این ندارم، میومد به اون دوران میومد حتی لباسایی که تو به قول خودت شیک پوش لندنی، من اصلا خیلی مخالفم. اون یقه کلاسیکی که چی داشت پدرام شریفی، هم پدرام شریفی هم خود هادی اجازیفر، همشون لباسای اصلا دقیقاً انگ اون زمان بود. اون زمان دقیقاً یه پسری که حالا میخوام پدرام شریفی رو مثال بزنم، یه پسری که شاید درس خونده، شهر رو دیده، خب و اینکه پسر خوشتیپه روستاست دیگه، همه دخترها عاشق این، قشنگ مشخصه که این همچین آدمیه دیگه، درس رو خونده. نه این خوب در اومد. این که اوکیه. اون دخترش دختر امیرخان، اسم اون بازیگر چیه؟ دختر امیرخان رو بازی میکنه، حضور ذهن ندارم. اون خانومی که نقش دختر امیرخان رو بازی میکنه، اونم لباسای خیلی کلاسیک قدیمی قشنگ. اون من میگم از اون گل لباس دختر امیرخان مام بزرگ من لباس داره. یعنی اینقدر من همزاد پنداری کردم با
مامان بزرگ لندنیه. یا نقش اینو بخوام بهت بگم، زن امیرخان یه زن خونه داره به حرف همسر چشمگو، یه حالت لباس، حالت کت دامن، یه دامن خیلی خونگی. حالا کاری ندارم، به نظرم نشسته بود، قشنگ انگ اون دوران بود و انگ اتفاقا همون ده و روستا بود. حالا الان که دارم کم بیشتر فکر میکنم، به نظر من این ذهنیت برای من ساخته شده از فیلم‌های قبلی. خب یه چیز دیگه هم بهت بگم، اگه شما یه به قول بازیکن استقلال، مربی استقلال کی بود؟ کچله فکری؟ نه کچله، علیرضا منصوریان که به فلش بک میگفت بک‌گراند. ما یه بخوایم یه بک‌گراند بزنیم ما بخوایم یه فلش بک بزنیم، میبینی که دکتر اون صحنه رو بیار تو ذهنت که لیلی خانم از قطار پیاده شده، اسلو موشن، که حالا نمیخوام الان راجعش صحبت کنم چون بعداً قرار تو فیلم برداری راجعش صحبت کنیم. دکتر یه مجله در میاره، مجله زن روز. دیدی؟ اون قسمت الان اومد تو ذهنت. میبینی یعنی اینا همشون اصلا اون زمان این شکلی بوده، همه داشتن، حتی با همون لندنی که خودت گفتی همه لباسا همون شکلی بوده کلا، چون ایران با دنیا مراوده داشته و اتفاقا تصویر درست از ایران قدیم همینه. دقیقاً که اونایی که شیکن لندنی هستن. دقیقاً اصلا اتفاقا همینقدر شیک پوش بودن. دقیقاً. من الان دارم فکر میکنم مخالفت من به خاطر این بوده که ذهنیتی، من چون یه دهه 80 هستم، فیلمایی دیدم از ایران قدیم که همه چادری، همه یه جورایی به عبارتی مثلا دهی یا خاکی خولی، نمیخوام توهینی کنم، ولی چیزی که به من تصویر داده شده، چیزی که تو ذهنیت من ساخته شده این بوده. و وقتی الان که یکی داره ایران درست رو نشونه من میده، من دارم میگم طراحی صحنه اشتباه، درسته اونه، چیزی که غلط بوده رو دارم میگم درسته. درست. و الان توی این بحثه به نظر من به اشتباه. حالا بخوایم راجع به صحنه صحبت بکنیم، چند تا لوکیشن اصلی بخوایم مغازه امیرخان رو بخوایم بگیم و خود کل ده و خونه امیرخان و خونه دهدار در اومده، همش به نظرم دقیقاً همونیه که باید باشه، از مغازه‌ای که داره، از مغازه‌ای که هست، یا خونه های اون مدلی و حتی فضای خود ده. ایستگاه راه هم به نظرم خیلی پلان باحالیه توی طراحی صحنه و لباس، حتی اون پلانی که همشو یه تک گرفتن که حالا با همین شروع کنیم بحث فیلم برداری. اون پلان به نظرم قشنگترین و به یاد موندنی ترین پلان فیلمه. اون صحنه ای که همه در تب و تاب اومدن لیلی خانومن، هر کسی داره یه کاری میکنه ولی خب دوربین ما رو دهدار قفل شده و یه لبخند بزنید و دست کن بدین. خب راجع به فیلم برداری هم باز دیگه اوستا شمایی دیگه. نظر کلی تو میخوام بدونم. فیلم برداری کار به نظر من در حدی که یه مخاطب معمولی آدم بخواد نگاه کنه عالی کار شده بود. حالا بحثه، یعنی من خودم رو به عنوان مخاطب معمولی دارم مثال میزنم، وقتی میبینم لذت میبرم. بحث تخصصیشو شما که کارگردانی باید الان به ما بگی اگر ایرادی دیدی، چون من واقعا به فیلم برداری خیلی توجه نمی کنم، در حدی که چشمامو تحریک کنه میگم اوکیه، که این کارو برای من بارها انجام میده. چند تا پلان خیلی لانگ داشت، حالا یعنی خیلی اکستریم لانگ شات بود، خیلی از دور به قولی فیلم برداری شده بود. یکی اون صحنه‌ای که امیرخان با دوچرخه روی کوه‌ها و تپه‌هاست، یا ماشین دکتر رو فکر می‌کنم 2-3 تا پلان داشتیم که خیلی دور بود، یا چند تا پلان بوده بالاخره. این پلانا نشسته بود قشنگ لازم، یعنی اون سکوته، خب با حالا مثلا سکوته ولی تو میتونی کل فضا رو ببینی بجاش. آره. با چیزی نمیگم بهت ولی کل فضا رو بهت نشون میده. فضا داره با دیالوگ حرف میزنه. دیالوگ شده تصویر اینجا. و اون از یه جایی امیرخان تنها شد، این تنهایی و تصویر با تصویر برداری اصلا دیالوگ خاصی نداشته. حتی شبی که امیرخان قرار بود تنها بشه، ما این فیلم اون قسمتشو با هم دیدیم که بزرگای دیگه ده اومدن و گفتن امیرخان ما پشتتیم تا آخرش، ولی از اونجا سبک فیلم برداری به نظرم عوض شد. تنهایی امیرخانو
خیلی مشهود و خیلی، نه که بگم خیلی شو بوده و چون من فهمیدم خیلی بده، نه، یه جوری که قشنگ بهت القا میکنه که از اینجا به بعدش امیر خان تنها شد و خودش. اینو من خیلی دوست داشتم. ولی چند تا نمای اذیت کننده هم داشت. ولی خب اول بذار بهترین نماشو بگم، اون اسلو موشنی که لیلی خانم داره از قطار پیاده میشه رو من خیلی دوستش دارم. آقای فراستی معتقده که کلا اسلو موشن نمیدونم نه اون اسلو خراب موشن میکنه کارو، ضد سینما. من میدونید چرا میگم اسلو موشن؟ من اسلو موشن رو خیلی دوست دارم توی سینما. منم همینطور. چرا؟ لازم بود. ببین من گوشیم، اینو بذار بگم اول بهت، من گوشیم یه قابلیتی داره که یه پیام بهم میده، خب پیام رو اگه سین نکنم 2 دقیقه بعدم یه نوتیف واسم میفرسته. درست. خب یعنی خب از این قابلیت گوشیم متوجه این چیز شدم. اینو گفتم که به این برسم. درست. هر 2 دقیقه‌ای با هر 2 دقیقه‌ای برابر نیست. نه اینو جدی میگم. یعنی بعضی وقتا هست که من حالا دارم یه کاری میکنم، این 2 تا نوتیفیکیشنه حالا تو زمان عادی بخوام بگم شاید مثلا 30 ثانیه طول بکشه، ولی بعضی وقتا هست این 2 دقیقه قشنگ 10 دقیقه طول میکشه. ما اینو تو سینما نداریم چون سینما فریمو داره پخش میکنه و ثانیه. اینو میتونیم به نظر من با اسلو موشن انجامش بدیم. آره. و اومدن لیلی خانم یکی از اون لحظاتیه که واقعا خیلی طول میکشه به نظر من. باید طول بکشه. آره باید طول بکشه. ببین اصلا کل روستا 10 روز شاید خیلی بیشتر منتظر این لحظه‌ن که این قطار وایسته. حالا اونطوری که دهدار میگه که اصلا بهش گفت، اون یه جا دیالوگ میگه که این پرچمو به 2 هفته پیش گفتم عوض کن. یعنی چی؟ 2 هفته درگیر. یعنی 2 هفته درگیر. بیشتر. آره که این پرچمو دارن توی ایستگاه عوض میکنن، با اون آدمی که داره پرچم عوض میکنه دعوا میکنه، میگه من 2 هفته پیش اینو بهت گفتم عوض کن. یعنی 2 هفته است درگیر اینن که این خانم قراره بیاد. اهمیت سوژه رو داریم. آره این 2 هفته سنگینی کار، این 2 هفته واقعا یعنی تو دنیای واقعی هم کار میکنه که این اسلو موشن نه که اسلو موشن بشه، ولی خب این اومدن لیلی خانم خیلی میدونی اون تو داده بیشتری بگیری از اون ثانیه. کارش اینه که تو توجهت بیشتر بشه به تصویر دیگه. آره دیگه تو مثلا هر فریمو اگر بخوایم بگیریم مثلا 24 هر ثانیه رو 24 فریم بگیریم، یه اسلو موشن معمولی فکر می‌کنم اسلو موشنی که این فیلم داشت فکر می‌کنم 240 فریم بود. فکر می‌کنم یا نه یا بخواد که 120 فریم بود. یعنی چی؟ یعنی تو هر یه ثانیه رو 5 ثانیه داری نگاه می‌کنی. یعنی چی؟ یعنی هر یه ثانیه به جای اینکه یه عکس به تو نشون داده بشه 5 تا عکس بده. آره یعنی تو دقیقاً میتونی هر ثانیه یه گوشه یعنی همه چی رو تو باید ببینی دیگه. و تو همچین موقعیتی که لیلی خان اومده واقعا همه چیزو میبینی. پس همین میشه گذر اون. و خیلی دوست داشتم این اسلو موشنو. حالا مثلا تو گفتی که مردم 2 هفته بود که درگیر بودن. درست. خب این میشه پیش درآمد قصه. ولی حتی خود من مخاطبم 10 دقیقه یه ربع دارم میشنوم در مورد لیلی خانوم داره میاد. آفرین. یعنی حتی من بینندم برام علامت سواله که لیلی خانوم کیه. و اون پلان افتتاحیه لیلی خانوم، اون پلان تارانتینویه و خیلی و حالا نمیدونم پای خود هدیه تهرانیه و نمیدونم پای خود ترانه میم هدیه تهرانیه یا نه، ولی واقعا پای خیلی خوبیه. یعنی با پادکست یعنی کل یعنی خیلی قشنگ. نه که از لحاظ زیبایی شناختی، حالا کلا به دور از شوخی، از لحاظ زیبایی شناختی واقعا اولین سکانسی که ما داریم اولین داده رو از لیلی خانم میگیریم با پاش، به نظرم از لحاظ زیبایی شناختی خیلی پوان بالایی میگه. یعنی خیلی تصویر زیباییه. حالا و میاد روی کلوزاپش و اون صحنه‌ای که آخرش از روی خونه گاوه دوست عزیزمون که شما خیلی دوستش داری باران کوثری رد میشه. اتفاقا خیلی هم دوستش ندارم ولی به نظرم اینجا خوب بازی کرد. که حالا من به اتفاقا بقیه بازیاشو میگم تیپ و کلیشه میدونم. خب آقا تدوین این فیلم توسط عماد خدابخش. بذار اول چیو بگم، فیلمبردار مرتضی هدایتی بوده و تدوینگر عماد خدابخش. به نظرم تدوین فیلم حتی میتونست جایزه بگیره توی
جشنواره نمیدونم مثلا تو جشنواره بوده یا نه. به نظرم یه سر به جوایزش هم بزنیم خوب میشه. بذار اول جوایز رو بخونم بعد بریم. آره. بقیه جوایز جشنواره فیلم فجر 22 بهمن 1399. بهترین فیلمنامه اقتباسی محسن قرایی و محمد داوودی. فکر می‌کنم محمد داوودی نویسنده علفزار هم هست. یه لحظه آثار نه ببخشید، بی همه چیز، قصر شیرین و جاندار. من یه لحظه با جاندار اشتباه گرفتم. برنده شده سیمرغ برونی بهترین فیلمنامه اقتباسی. بهترین تدوین هم برنده شده عماد خدابخش. بهترین موسیقی متن هم حامد ثابت برنده شده. بهترین طراحی صحنه و لباس مارال جیرانی برنده شده. بهترین جایزه ویژه هیئت داوران محسن قرایی برنده شده. بهترین فیلم هم که نامزد و بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول، بهترین بقیه رو دیگه همه رو چی شده دیگه. حتی اینجا حرف تو یکم نقض میشه. بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم پدرام شریفی نامزد شده برای این فیلم. جایزه گرفته آیا؟ جایزه نگرفته ولی الناز حبیبی هم حتی نامزد شده ولی جایزه نگرفته. اینجا هیچکی به حقش نمیرسه. بله. بهترین فیلم از نگاه تماشاگران مساوی. نمیدونم، فکر میکنم این همون جشنواره‌ایه که ملاقات خصوصی هم بود که اصلا جایزه هیئت داوران رو خصوصی بعد از سال بعد. خب چرا زده مساوی جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رو؟ حضور ذهن ندارم. مساوی زده. این یکم چیه؟ ولی جالبه که هر چیزی که تعریف کردی رو جایزه برده. آره صحنه، تدوین، لباس من خیلی دوست داشتم. کاملا درست بود. ابلق هم فیلم خوبی بود به نظرم. حالا الان دیگه حرفشو زدی، من خیلی دوست داشتم اینم بگم. ابلق من دوست نداشتم اتفاقا. ابلق من با چند تا از دوستام سینما دیدم و ابلق همون راجب کفتر و ایناست دیگه، نرگس آبی ساخته. هوتن شکیبا. آره هوتن شکیبا و الناز شاکردوست. اونو من باید یه ریواچ دیگه بکنم. اون لحظه‌ای که دیدم حالم، چون یادمه که حالم خوب نبود که رفتم سینما. برای ضبط اپیزودش ریواچ میکنیم با هم. ولی جالبه، من کلا نمیدونم چرا نظرم با بقیه کلا فرق میکنه. سلیقه است دیگه. شبی که ماه کامل شد و مثلا یکی از بهترین فیلمایی که میگن نرگس آبیار ساخته، ولی من دوستش نداشتم. ببین نرگس آبیار رو من اصلا دوستش ندارم. حالا کل به کل من این آدمو نمیدونم چراش. یکم با شخصیتش یا با فیلمش؟ با شخصیتش و فیلماش. یعنی یه جوری گفتم اینا میخوام یکی رو بگم ولی با جفتش. دقیقاً با شخصیتش و فیلماش. یعنی ببین دوست داشتم اون تایمی که اجسام از آنچه در آینه میبینید به شما ندیدم، ولی مثلا نفسشو دوست دارم. نفسشو من هم آره، من بخوام اینو بگم، من نفسش شیار 143 و بعدش اصلا شیار 143 یه بارم نشده من تا آخر بتونم ببینم. تحملش داشتم. من آدمیم که کلا باید فیلم منو خیلی جذب کنه. خیلی آدمیم که فیلم رو، یعنی من حداقل بهت بگم اگر که 1000 تا فیلم دیدم 1500 تا فیلم نصفه دیدم. خب یعنی فرصت نمیدم زیاد به فیلم، یعنی نیم ساعت شاید فرصت به زور بشم نگاه کنم، ولی دیگه باید جذبم کنه تا یه حدی. حالا مثلا آره. بعضیا هستن 10 دقیقه میبینن ول میکنن، ولی خب ببین اینم باز من زیاد معتقدش نیستم. من فیلم بوده که دیدم دقیقه آخر، حالا فیلم که نه ولی به نظرم اون آره سریال، آره من خودم هم سریال تو اپیزود آخر مثلا همه چی برام معلوم شده و جذاب شده برام، مثل سریال شارپ آبجکت. ببین یه سریال من دیدم، سریال مایت خدمتکار. اون سریال اصلا هیچ نقطه عطفی نداره. آره. یه سریال خاله زنکی خالصه. خب ولی من از لحظه به لحظه اون سریال لذت بردم. اصلا داستان، یعنی من بخوام داستان 10 قسمت یه مینی سریال فکر می‌کنم 9 قسمتیه. داستانشو بخوام بگم، یه زنی که از دوست پسرش جدا میشه، یه دخترم از دوست پسرش داره، میره خدمتکاری خونه بقیه رو میکنه،
و برمیگره به علاقه دوران نوجوانیش که نویسندگی و یه کتاب میده و این کتاب میخواد چاپ بشه، یه همچین چیزی. داستان معمولی داره. یه داستان معمولیه و اصلا نقطه عطف نمیدونم بوکوش و چیزی، ولی ولی انقدر خوش ساخت بود. میخوام به این برسم که یه فیلم حتی با یه سریال، تازه فیلم که خیلی کارش راحت تر هم هست توی این قضیه، یه سریال با یه همچین سناریو و فیلمنامه‌ای انقدر خوش ساخت بود و دیالوگ ها و حالا خیلی چیزها رو رعایت کرده بود که من نشستم و اینو دیدم. من خود میدونی من کلا سریالایی که دیدم شاید انگشت شمار باشه، کلا آدمی نیستم سریال، ولی یکی از سریالایی که دیدم من کلا 2 تا مینی سریال دیدم، یکی این، یه دونه جوخه برادران، یعنی فکر کن این در همین حد برام فکر کنم شخصیت راست بود. خب اون که قسمت یکش میاد میره دیگه، من 9 قسمت دیگه فکر می‌کنم چرا نگاه کردم، من به خاطر اون بهت معرفی کردم. آره اونو به خاطر اون نشستم دیدم، ولی خب میگم اگه همون بود تا فکر کنم قسمت یک میاد بازیگر دیوید شویمر اسمش، نه دیوید شویمر، یه قسمت 1 میاد یا 2 نگاه نمی‌کردم بعدش دیگه چون جذبم کرد دیگه واقعا. کلا سریال نمیدونم 2 تا دیدم، یکیش اونه. ببین چقدر با همچین فیلمنامه‌ای چه سریالیه. نه همیشه یه اثر برای اینکه ماندگار باشه حتما نباید همه عوامل خوب باشه، توی همه بخشا خوب باشه. ممکنه تو با یه فیلمنامه درجه 1 رو بشی اما ساخت ضعیف، ممکنه یه ساخت شاهکار داشته باشی یه فیلمنامه ضعیف. دقیقاً یه فیلمنامه رو شما اگه به 100 تا کارگردان بدی 100 تا فیلم متفاوت داری که اصلا میتونی بشینی هر 100 تاشو نگاه بکنی. دقیقاً موسیقی، برسیم به بخش موسیقی. اون سکانس‌های آخر یه موسیقی خوب داره که دوباره ما اسلو موشن میبینیم. حالا نمیخوام صحنه رو بگم که اسپویل بشه یه موقع برای کسی، ولی دقیقاً سکانس مهم پایانی کاره که اون سکانس اتفاقاً و اون موسیقی باعث میشه که مخاطب تحت تاثیر قرار بگیره و من حتی یادمه فکر کنم با اون سکانس گریه هم کردم. با سکانس اعدام خودت میگی نگو، بعد خودت میای میگی دوست داشتی خودت اسپویل کنی. آره. من خودم این اپیزود که تمام میشه از صبح که قرار بود بیایم اینجا من گفتم من دوست دارم این سکانس اعدامو خودم اسپویل کنم. خاطر این گفتی پس تو نگو. تا همون اولی هم که گفتی نگورم بذار توی بعدش گفتی 3 2 1 دیگه اونم بگو. خب به نظرم خیلی موسیقی به قول خود فیلم بیشتر در سکوت بود. بله ولی سکانس پایانی موسیقی، یعنی نقطه آخر اومد ضربه آخر خودش رو زد با موسیقی. حالا من میگم من دیدم فیلمو جدیدن ولی خب تا آخر ندیدم حقیقتش، یعنی تا فکر می‌کنم اواسط فیلم دیدم مرتضی نذاش بقیه‌شو. البته نه دیگه رفتیم روی خودمون رفتیم روی تمساح خونی. آره رفتیم تمساح خونی حاتم مشمولی، خدا رحمتشون کنه، خدا بیامرزه. خب بخش موسیقی هم به نظرم عبور کنیم. خب بخوایم به آخرین بخش برسیم قبل جنبندی کلی، یه جنبندی کلی هم داریم که البته بحث اینو کردیم، فروش و هزینه فیلم. به نظرم هزینه فیلم بیشتر از فروش 100% و خیلی هم بیشتر 100%. و متاسفانه این فیلم جزو فیلمایی بود که سلاخی شد تو گیشه. به نظرم اگر که راه سعید روستایی رو بره خیلی میتونه موفق باشه. فیلمای آخرش رو سعید روستایی فرانسه اکران کرد، هم متری شیشونیم آره هم متری شیشونیم و هم برادران لیلا. به نظرم این فیلمی هست که بتونه موفق بشه تو خارج. آره چون واقعا فیلم و حالا نمیدونم این نمایشنامه برای کدوم کشوره و اگه بتونن حتی به کشور بله یه نسخه ایرانیزه شده از و نمایشنامه خیلی معروفی هم هست، یعنی اقتباس ایرانیشو بتونن تو اون کشور اکران کنن 100% خیلی بیشتر از چیزی که تو خود ایران فروش رفت اونجا فروش میره. خیلی آخه اقتباس خیلی قویه و فیلم خیلی قویه و قشنگ کلی زمان پشتشه. آقا رضا بهترین قسمت فیلم از نظرت کجاست؟
برای من بهترین قسمت رو بگو، بعدش هم بهترین دیالوگو بگو اگر حضور ذهن داری. نمیخواد خیلی فکر کنی، یعنی این قرار نیست شخصیت تو رو مشخص کنی. نه، یه اولین یه دیالوگ خاص رو بگی. آره. این اولین دیالوگی که یادت میاد خیلی باش حال کردی چی بود؟ یا اولین صحنه‌ای که خیلی باش حال کردی. اولین منظورم با بهترین صحنه‌ای که باش حال کردم و این فیلم برام موندگار شد همون صحنه پایانیه. خب که یعنی به چشم دیدم که مردم چقدر میتونن عوض بشن، چقدر میتونن. بعد اینکه اینو گفتی یه بحث راجع به این صحنه پایانی داشته باشیم. میگم بهترین همون صحنه اعدام رو توضیح بده. خب همون صحنه اعدام به نظرم بهترین صحنه فیلم بود و این فیلمو برام موندگار کرد. چرا؟ چون به چشم میدیدم مردم مملکت و آدمای جامعه رو که چجوری تو روت میان حمایتت میکنن، ولی به موقعش که میرسه پشتتو خالی میکنن. به قول خودت برگشتی گفتی یه جا برمیگردن بهش میگن که ما پشتتیم و اینا، ولی میبینیم که چجوری جمع میشن برای لحظه اعدامش. خب یه سوال ازت دارم. ببین صحنه آخر به نظرم یکی از صحنه‌های بد فیلم بود. خب یه سوالم اینه، سوالم جواب بده. کسی که حاضر بود دخترشو بده به یه نفری که نه دخترشون رو دوست داشت نه خودش میدونست، خودش هم مطمئن بود که آدم بدون لیاقتش رو داره. نه گوش کن. کسی که دوست داشت فقط زندگیشو نجات بده، شبونه داشت فرار میکرد از روستا و حاضر بود دخترشو بده، ولی اون اتفاق نیفته، نمیره. چه تحولی توش مگه ایجاد شده که خودش چهارپایه رو میندازه؟ اینجا یه جای سوال واسه من میذاره که آقا چه تحولی توی امیرخان ایجاد شد، خب که از کسی که داشت واسه زندگی تقلا میکرد که آقا تو رو خدا منو نکشید، رسید به کسی که خودش چهارپایه رو کشید. به نظرم برمیگرده به همون شناخت آدمای اطرافش. یعنی واقعا وقتی آدم همون تنهایی که گفتی از اونجایی که بهش میگم ما پشتیم به اون ور میبینیم تنهاییشو، 100% خودش همون تنهایی رو حس کرده. وقتی من مخاطب حس میکنم خودش هم حس میکنه چقدر تنهایی. به نظرم نباید شخصی، حالا من نگفتم اینو توی فیلم نامه ها ولی الان که بهش رسیدم به نظرم نباید اونقدر، ولی خب توی با انتخاب بازیگر گفتم نباید اونقدر امیرخان ضعیف نشون داده میشد. ببین باید یکم ضعیف، مثلا تا جایی که شب داشتن فرار میکردن به نظرم کافی بود. ولی خب خیلی حقیر شد اون صحنه‌ای که وانت توی حیاط خونه دهدار پارک کرد و دخترش فهمید اون قضیه، اونجا خیلی امیرخان کوچیک شد. البته شاید همون حقیر شدن هم باعث این تصمیم اینم میشه، مثلا این که دیگه دخترش هم دیگه اون نگاهی که دخترش بهش داشتم، البته اینم میشه گفت همه صدسه یه مسئله نبوده و همه اینا توش دخیل بوده. خب ولی دیالوگ ماندگار، این دیالوگ بعضی وقتا از طریق متن نه دیالوگ چی نگو اون میخواستم بگم منظورم از همون صحنه همون که میخواستی بگی از طریق متن فعلا الان دیالوگو حوزه فلسفی بر ندار. دیالوگ حقیقتا هیچ یادم نیست، چون به نظر خود دیالوگ ماندگار داشت. دیالوگی نه نمیگم دیالوگ ماندگار، همون که 5 سال زندگی گذاشتم پاش دنبالش نیستم. چیزی که رو الان یادت ببین چیزی که الان یادت باشه یعنی واسط ماندگار بود. نه نبوده برای من تصویر بوده و این یعنی خب یه اثر ما بیشتر تصویری دیدیم تا متنی. خب ببین من اینجاییشو دوست داشتم که البته بازم دیالوگ هم اون چنان جالبی نمیگه ها، دوست دارم بدونم. خب صحنه رو من میگم و دیالوگ هم جزوشه. ببین اون دیالوگی که بهش میگه یه مقبره برام بساز خیلی از روی قدرت داره میگه که مقبره برام بساز و اون مقبره خود امیرخانه در اصلا، یعنی خودش یعنی داره دستور میده آره که مقبره خودتو بساز. این برام تو دارم میکنم. آره اینو خیلی دوست داشتم. این صحنه واسم خیلی جذاب بود تو کل فیلم. درست، یعنی اون قدرتی خیلی یه قدرت خیلی عجیبی داشت اون دیالوگ و اون کلا فضا و میزانسن. و دیالوگ ماندگارم بخوام بگم دیالوگ ماندگار نداره ولی یه 2 تا دیالوگ ماندگار میتونم بگم. میشنویم. سکانس اول باران کوثری میگه که ما هرچی داریم از صدقه سری شما سمیرخان، اونجایی که میرن گاوشو بگیرن. آره. خب
سکانسی که لیلی خانم بهش گاو میده، میگه که ما هرچی داریم صدق سری لیلی خانومه. آره. خب اونجا که شیر و گاوو گرفته وش به مردم روسا دوباره داره شیر میده، پارادوکسه. آره این مثلا خیلی همون برمیگره به همون صحبت تو دیگه. آره. تا یه جایی میگن ما نمیگه ما هر چی داریم صدقه سریه، اینو واسه لیلی خانم میگه، واسه امیر خان میگه که ما جونمون هم سر شما میدیم. آره میگه ما جونمون هم سر شما. این همچین چیزی. آره کردی. اینو من توجه نکردم. اینکه یه گاو بود قیمت اینکه امیر خانو بفروشی یا اینکه 3000 تومان بود. در کل این سکانس ها برای من خیلی جالب بود. جمع‌بندی صحبتات چیه رضا؟ جمع‌بندی صحبتات رو احساس میکنم اما اول کار کردم که تو جمله اول خب گفتم یکی شاید زده باشه جلو و بخواد مثلا چهو ببینه. آره ببین آتش چی می‌خوایم بگیم، اون جمله رو بگو به اون کسی که می‌خواد ببینه تاش چی می‌خوایم بگیم. راحت میگم جزو 5 تا الی 10 تا فیلم برترم هست، چون میگم ایده‌ای رو کار کرد که ذهنو درگیر میکرد. تو هم اشاره کردی که وقتی فیلم تمام میشه تازه برای آدم شروع میشه و من هنوز خیلی وقتا به این فیلم فکر میکنم با گذشت 1-2 سال که میگذره از دیدنش و همیشه برام این فیلم ارزشمند باقی میمونه، با وجود شاید حالا مثلا یه سری از فهمیدی اقتباسه اصلا خورد تو زود. آره فهمیدم. میخواستم اینو نگم باز چون مطمئنم به بعدن خورده میگیرن که بابا اورجینال یا اقتباس بودن چه فرقی داره، ولی من متاسفانه کلا میگم حس خوبی به فیلمنامه‌های اقتباسی ندارم و فیلمنامه اورجینال رو یه ارزش دیگه‌ای براش قائلم. اما بازم فیلم خوبی بود برام، همین که تونست منو تحت تاثیر قرار بده، یعنی محسن قرایی کارشو به درستی انجام داده. خیلی عالی. من بخوام جمع‌بندی صحبتامو بگم، فیلمنامه خوبی داره، فیلم برداری خوبی داره، فیلم پنجشنبه آخر شبی نیست، یعنی فیلمیه که باید بخوای فیلم ببینی، میدونی، یعنی نباید واسه گذره و ببین وقتی میخوای مغزت درگیر بشه باید این فیلمو ببینی، باید کامل 100% تو بذاری براش و همونطور که رضا گفت درگیرش میشی واقعا، تا شاید تا چند روز درگیرش بمونی. در کل من محسن قرایی رو خیلی دوست دارم و بهش خسته نباشید میگم و همین دیگه. فیلم خوبی بود، صحبت خوبی داشتیم. آره خیلی خوشحال شدم. مرتی که مگه مهمونی خیلی خوشحال شدم. بازم این برای تشریف بیاریم. شب و روزگار خوش. من اتفاقا خواستم بگم روزگارتون در آرامش.